ماریا شاراپاوا یکی از زیباترین ورزشکاران زن جهان است. در این ویدیو می‌خواهیم لباس‌های ورزشی او را از نظر زیبایی شناسی و مد بررسی کنیم و زیبایی‌های این ورزشکار را در هنگام ورزش ببینیم. دوران حرفه‌ای ماریا شاراپاوا در تنیس نزدیک به 2 دهه به طول انجامید. از آغاز حضورش در تور WTA در سال 2001 و در سن 14 سالگی تا بازنشستگیش در سال 2020 در سن 32 سالگی. در این مدت او تنها یک قهرمان 5 باره گرند اسلم و شماره 1 جهان نبود، بلکه به یک نماد جهانی مد و استایل تبدیل شد، به ویژه از طریق همکاری طولانی مدتش با شرکت نایکی که پوشش او را برای هر مسابقه مهم طراحی می‌کرد. لباس‌های او در زمین تنیس از طراحی‌های ساده و عملکردی دوران نوجوانی به سبک‌های جسورانه و زنانه دوران بلوغ ورزشیش تکامل یافتند که بازتابی از رشد شخصی او، تغییرات فرهنگی در مد ورزشی زنان و نوآوری‌های طراحی نایکی بود. ظاهر شاراپاوا اغلب ترکیبی از عملکرد ورزشی و مد سطح بالا بود، با دامن‌های پلیسه دار، طرح‌های پررنگ و پارچه‌های لوکس که بر چشمانداز مد تنیس تأثیر گذاشتند. مسیر حرفه‌ای او را می‌توان به 4 دوره اصلی تقسیم کرد که هر کدام با تغییرات مشخص در سبک لباس او همراهند. دوره‌هایی که با لباس‌های نمادینی شناخته می‌شوند که روح زمان خود را به تصویر می‌کشند. این تقسیم بندی‌ها مطلق نیستند، بلکه نشان می‌دهند چگونه مد مو بازتابی از مسیرش از یک ستاره نوظهور تا افسانه‌ای ماندگار است. 1. دوران اعجوبه از سالهای 2001 تا 2005. شاراپاوا به عنوان نوجوان بلند قد در سال 2003 نخستین عنوان WTA خود را کسب کرد و در سال 2004 با پیروزی در ویمبلدون برابر سرنا ویلیامز جهان را شگفت‌زده کرد. این دوران دوره بروز استعداد خام و ساخت برند شخصیش بود. سبک لباس او در این دوران ترکیبی بود از طراحی‌های ساده و عملکردی با لمسی از زنانگی در حال شکل گیری. لباس‌های کوتاه ورزشی با رنگ‌های یکنواخت و جزئیات حداقلی که بر سرعت و جوانی تاکید داشتند. پارچه‌ها از مواد سبک و تنفس پذیر بودند، با دامن‌هایی که بدون محدودیت در حرکت حس بازیگوشی را منتقل می‌کردند. لباس مشکی نایکی در ویمبلدون 2004 لباسی تا زانو بود با حاشیه سفید ملایم و دامن موجدار. این لباس با ظاهری مینیمال و شیک یادآور یونیفرم مدرن دانش آموزی بود و در تضاد با لباس‌های ورزشی حجیم آن زمان قرار داشت. این لباس نماد تصویر ملکه نوجوان او شد و در سراسر جهان فروش رفت. در این دوران مود در خدمت دسترسی بودن بود، پلی بین لباس‌های سطح پایه نوجوانی و وقار حرفه‌ای. شاراپاوا بعدها گفت این لباس‌ها باعث می‌شد احساس کند در زمین نامرئی است و بتواند فقط بر بازی تمرکز کند. 2. دوران سلطه از سال 2006 تا 2011. سالهای اوج همراه با 3 گرند اسلم دیگر: 2006 اوپن آمریکا، 2008 اوپن استرالیا و 2012 رولان گاروس. با وجود مصدومیت‌ها او به قدرت تجاری در ورزش تبدیل شد. ویژگی سبک لباس او در این دوران طراحی‌های زنده و پرنقش با انرژی استوایی بود. طرح‌های گلدار یا هندسی بر روی تاپ‌های ساختار یافته و دامن‌های پلیسه دار. رنگ‌ها از خنثی به طیف‌های الکتریکی مانند فیروزه‌ای و صورتی پررنگ تغییر کردند. لباس تروپیکال استورم نایکی در اوپن آمریکای 2006 لباس مشکی با طرح برگ‌های نخل چند رنگ بود، ترکیبی از حس تعطیلات هاوایی و رقابت حرفه‌ای که اعتماد به نفس او را فریاد می‌زد.
این مرحله بیانگر درک او از مد به عنوان ابزار قدرت بود. با ورود به دهه 20 سالگیش، لباسهایش بازتابی از جسارت شخصی و روند جهانی ورزش مد شدند. نایکی با استفاده از اون مفهوم مد فانکشنل را ترویج کرد، جایی که لباسها بیانیه بودند، نه فقط ابزار. 3. دوران استقامت در سالهای 2012 تا 2016. دورایی پر از فراز و نشیب از قهرمانی رولان گاروس 2012 تا محرومیت سال 2016. او با اراده بازگشت و شخصیتش در زمین و بیرون از آن تغییر یافت. لباسهایش در این دوره تشکیل شده بود از رنگ‌های تیره و اشرافی، طرح‌های معماری با جزئیاتی چون یقه‌های بلند، دامن‌های نامتقارن و تزئینات فلزی که حالی از پرنسس جنگجو داشت. لباس بنفش نایکی در ویمبلدون 2012 یک تیکه‌ای با یقه گرد و پلیسه‌های ظریف بود که حس شکوه و سلطه را منتقل می‌کرد. در این مرحله استایل او بازتابی از بلوغ و اعتماد به نفس پس از 30 سالگی بود. لباسهایش ترکیبی از آسیب پذیری و قدرت بودند، سبکی که بعدها الهام بخش مد قدرت در زنان ورزشکار شد. 4. دوران میراث در سالهای 2017 تا 2020. سالهای پایانی همراه با مصدومیت‌ها و تمرکز بر کاران تقنی. او پس از اوپن استرالیای 2020 بازنشست شد و با افتخار زمین را ترک کرد. ویژگی سبک او در این دوره خطوط ساده و تمیز در رنگ‌های خنثی و پاستلی، تاپ‌های بدون آستین با دامن‌های متوسط یا مدل سرهمی کار راحت بود. استفاده از پارچه‌های بازیافتی و طراحی پایدار نمادی از توجه او به محیط زیست بود. لباس سفید نایکی در اوپن آمریکای 2018 با حاشیه مشکی یادآور اولین لباس حرفه‌ایش در سال 2004 بود، اما با برش‌های دقیق‌تر و دوخت ارگونومیک. در آستانه بازنشستگی، لباسهایش به جوهره استایل شخصیش رسید: سادگی، وقار و بلوغ. این روند با حرکت کلی مد تنیس به سمت پایداری و فراگیری همراستا بود. نایکی اعلام کرد که حضور او سالهای دهه 2000 فروش لباسهای تنیس زنان را تا 30% افزایش داد و بسیاری از لباسهایش اکنون در نمایشگاه‌های مد مانند موزه فیت نیویورک به نمایش گذاشته شدند. امروز در 38 سالگی او همچنان مجموعه‌های مد خود را طراحی می‌کند، اثباتی بر اینکه میراث استایل او بسیار فراتر از نتایج مسابقات است.